سلام دوستان، خیلی از شما سوال داشتین که گرم کردن قبل از تمرین اون باید چطوری باشه. تو این ویدیو میخوام براتون اول نکته اینه که گرم کردن قبل تمرین باید جوری باشه که بازیکن اشتیاق و انگیزش برای ادامه تمرین خیلی زیاد بشه. اکثر مربیان این اشتباه رو میکنن که میان اول میفرستن تایم بلند مدتی دور زمین، یعنی گرم کردن رو جدا از تمرین انجام میدن، یعنی دور زمین حرکت ریتم، بعد میگن آقا گرم شدیم بریم کارمون انجام بدیم، که این اشتباه. این حرکت باعث استفاده ضعیف از زمان ما میشه. گرم کردن قبل تمرین حتما باید با توپ انجام بشه، چون این بدن با توپ قراره بره حفظ توپ کنه، با توپ قراره تاکتیک انجام بده. پس هر چقدر ما تکنیک رو بیاریم تو گرم کردن، حرکت تکنیکی رو تو گرم کردن انجام بدیم، همونقدر استفاده موثری از زمانمون کردیم. مثال ما میتونیم مثلا بازیکنان رو 5 دقیقه بفرستیم دور زمین، بعد از 5 دقیقه بازیکنان میان حرکات کششی انجام میدن. بعد از حرکات کششی ما میتونیم ریتمینگ رو انجام بدیم مدت 5 دقیقه 6 دقیقه که بدن این عضلات درشت بدن و عضلات ریز بدن فعال بشن و گرم بشن، دماشون بره بالا. بعد از این ما میتونیم با حرکات پاس و جابجایی، حرکات احساس لمس توپ، کارهایی که با توپ بازیکن بدون یار حریف انجام میده، اینها رو انجام بدیم و بعد ببریم وارد حفظ توپ، 4-2 ها، 5-5، 6-6 انجام بدیم و بعد از اینها وارد تاکتیک و بازی بشیم. اگه این سبک ویدیوها رو دوست داشتین پیج ما رو فالو کنید تا مهمون نگاه زیبایتون باشیم.